قسمتای خوبشو نگرفتم. خب بچه‌ها امروز یه ایونت پارکور توی باشگاه انقلابه. داریم میریم اونجا ببینیم چه خبره. داستان چیه اصلا چه شکلیه؟ ما تا حالا ایونت نه این دوره همی دیدیم. ایونت چه خبره؟ منتظر آقای همیشه دیریم ابوالفضل. خب می‌خوایم یه چالش بریم. ماشاءالله. ماشاءالله. السید باش. بس شواف نکن شواف. منتظر بقیه این بعد اینجوری خودمون رو سرگرم کنیم. نشد بذار. وا اینجایی ولی فکر کنم از اون تو فقط معلومه. متین سادن تو چونه بازکش کیا رو گذاشته بودی کلاس؟ Yes mate. Let's go عالی. جانسون دیجا فیجماس. حالا کجا باید بریم؟ آره بچه عزیز رسیدیم بالاخره به باشگاه انقلاب. رسیدیم به ایونت. عجب گفت. آشغالتو همچون سرکاس خودم بزنسته. مرسی از تیم خانم. متاسفانه مشکل اینجاست که ما به موقع رسیدیم ولی هیچ کس نیستش. خالیه. آره مثل مغز علب خالی. تا دقایقی دیگر ایونت ما شروع میشه. آقا ایونت یعنی چی؟ ایونت یعنی رویداد. بزرگترین رویداد پارکور. واکسا رو چیدن، زحمت کشیدن ولی آفرین قابل قبول کارتون. ولی بهتره دیدم میشد انجام. شوخی میکنم. مرسی از همون کسی که زحمت کشیدن واکسا رو برامون چیدن که ما بتونیم تمرین کنیم. آره و بحث اینه که حفاظت اینجا وایساده و گفتن که دخترها نمیتونن تمرین کنن، حتی نمیتونن تو محوطه باشن. از قوانین کشور عزیزم. البته قوانین کشور عزیزم نیست چون ربطی نداره واقعا. یعنی قانون جلوی اونا رو نمیگیره ولی مثل اینکه صاحبان اینجا این کارو کردن. مثل قوانین سختگیرانه‌ای داره ولی مثل اینکه ساعت 6 بعد از ظهر نخنجاک مثل اینکه ساعت 6 بعد از ظهر دخترها میتونن وارد محوطه بشن و یه تمرینی بر بدن خیلی صحبت میکنه بابا. خیلی صحبت. بچه‌ها تایم نوبتی هم باشه نوبت گرم کردنه مگه نه؟ به روش باشگاهی گرم میکنیم. حتی ایونتمون هم باشگاهی. ببینید
بچه ها میبینید که خیلی یارو داره التماس میکنه که آقا بکن تشویق نمیکنن نشم نیست اینو میگیریم ما میگیم بریم ماشاءالله بریم نمیکشه برم دنبال متین این که الان من فیلم گرفتم دیدید یا نه خب این واقعا من احساس کنم ببین بیسش کلا دیگه شیر متینه دیگه اصلا شبیه من دیگه حتی بیسش گیتار الکتریکش هم شبیه آقا من حس که یعنی این که هممون نه من یه ذره جو سنگین شد الان وقتشه که بابا داری فیلم میگیری هرکولا یا نه آره گفتیم بیایم بریم یه جا دیگه خودمون تمرین کنیم دخترم راه ندادن خب بابا بیاد بریم حداقل اینجا بارفیکس بزنید بارفیکس رو که میتونید بزنید فیش قلاب ماهیگیری بیا فیش قلاب ماهیگیری بگیم چیز بریم شفق کت بگیریم پنجام قوی شه بیاد بریم بزنیم بابا گو خوردن حرف بزنم من حساب نرم همشون هم بداد خب برای بچه عزیز اومدیم یه نفسی تازه کنیم یه دلی از عزا دارونیم چی داریم اینجا؟ نون پروتئینی به به آب آناناس سنیچ منیچ میرم نه این سانیچو بعد شهر نان بعد سنان رو داریم شکلاتیه اینجا و خوشمزه ترین کیکی که تو دنیا ساخته شده به نظر من موینی پور و البته تخم مرغای بچه‌ها زحمت کشیدن پختن و بعد میپختی؟ نوش صفا غذا رو نمیگیرن مثلا چرا نمیگیرم؟ چرا دلیل چون بچه‌ها دلشون میخواد دلتون خواست آخه چی داره که دلتون بخواد تخم مرغ رو کیک دیگه نمیدونم بیف استروگانوف نیست که یه اسم یاد گرفتیم